وصیت‌های لقمان به فرزندش: اگر بهشت را می طلبی از فساد و ستم و گردنکشی پرهیز کن. عمر را برای عمل و عبادت و پاکی و پرهیزگاری غنیمت بدان. در مال و مقام دیگران طمع مکن. با الله صادق و با مردم با انصاف باش. در حضور مهمان به کس خشم مگیر. پروردگارا، همه ما بندگانت را هدایت فرما و دلهای ما را به باطل مائل مساز و رحمت خود را بر ما ارزانی دار که تو بسیار بخشاینده ای. آمین یا رب العالمین.